19 دکبر به سردی هوا نگاه نکرده در ناحیه ترسونزاده با تشبث سفارت روسیه در تاجیکستان به یاد فرزندان جانسپار وطن جمع آمد راه خاطره ها برگزار گردید. در این جمع آمد که خیلی پرشکوه شهامت برگزار شد، نمایندگان حکومت محلی، سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در تاجیکستان، خدمتچیان حربی دیویزیون 201 روسیه مستقر در تاجیکستان و خوانندگان مکتب‌های ناحیه اشتراک داشتند. جمع آمدگان در سر لوحه یادگاری 2 تن از عسکران سرخ که در مبارزه به مقابل باسمچیان هلاک گردیدند گلچین برگذاشتند. Тем более мы должны, так сказать, в связи с этим уделять им больше внимания, уважения и всегда помнить о них. Ну и самим нам, тем Отечественной войны, около 100 тысяч погибли и не вернулись на родину. کارمندان سفارت یک کف خاک از قبر این قهرمانان گرفتند و من بعد آن را به مسکو برده در مجمع وطن دوستی در آثارخانه اساسی قوه‌های مسلح روسیه نگاه داشته می شود. در آنجا یادگاری بخشیده به همه سربازان روسیه و اتحاد شوروی گذاشته شده است.